من امروز میخوام برم گراس مانتین، میخوام هایک کنم. هوا یه ذره سرده، مه اون بالا، بعد مهتابم احتمالاً با من میاد، ببینیم چی میشه. گراس مانتین یه حالت چالنجی داره، یعنی یه حالتیه که 1.5 ساعت اینا یه آدم متوسط میتونه بره بالا، ولی خب توی اون رکوردایی که هستش مثلا فکر کنم نیم ساعت بیش کمترین یا کمتر 25 دقیقه کمترین رکوردی بوده که رفتم. دوست دارم خب چون نزدیک یه ربع تا اینجا فاصله است. بعد کلا سربالاییه، اون بالا هم یه پیست اسکی داره و 2-3 تا خرس زندگی میکنن، کولا و پیلا و نمیدونم چی. الان برف اون بالا قشنگه. الان من نگاه کردم تو خیابون نصف بالاش مهه. من رفتم نزدیک فکر کنم 7-8 باری رفتم اونجا رو، با مهتابم چند بار رفتیم، ولی این سری گفتم که اینو چیز کنم، یوتیوبش کنم. وسایلی که با خودم میبرم و بهتون نشون میدم. مهتاب داره املت درست میکنه. جش زیاده. آره ولی خب خوشمزه است. رانینگ وست میپوشم که 2 تا قمقمه توی جیباش داره، پشتش هم یه حالت مثل کوله میشه، یعنی وسایلتو میریزی. کلی جیب داره واسه چیزا واسه خوراکی و اینا بخوای بریزی که دارن. و من ندیده بودم. الان دیگه رایج شده، الان دویدن هم تو ایران خیلی رایج‌تر شده، خیلی رانینگ و خیلی رایج‌تر شده و به خاطر همین رانینگ وست هم خیلی دارم. من میبینم دوستای من که اهل ورزش و طبیعتن از اینا میپوشن میرن طبیعت، خیلی هم خوشم میاد، کیف میکنم. نصفه بالاش مهه و یه ذره برف و اینا هست. حالا میریم با هم میبینیم. هوا خیلی خوبه امروز واسه این کار. من منتظرم مهتاب کارش تموم شه که با هم دیگه بریم. بالاخره مهتاب خانم اومد. 1 ساعت ما اینجا. خیلی قشنگه. امروز هم چون هوا آفتابیه همه دیگه دوباره شلوارکاشون رو پوشیدن و مشغول ورزش و هوا خنکه، میدونی خنکه و آفتاب داره، خیلی باحال. هوا خوبه. مثل یه چالشی میمونه که بچه‌هاشون رو از بچگی آماده میکنن باهاش که با طبیعت و راههای سخت و اینا دوست بشن و خب واقعا این مسیرایی که آدم میره تاب‌آوری آدمو تو زندگی بالا میبره. خانم داره میدوه و دمش گرم. اون یه تلکابین داره واسه اسکی و اینا میرن بالا. اون بالا برف هم هست، اون قله برف زده، خیلی باحاله. الان هم آفتابه هم برفه هم مهه، یه ترکیب واقعا زیباییه. بریم. آماده این؟ حتی اون پایین وایستاده نمیاد. خب اینایی که این زده رو همه رو داریم. بریم. خب اینم شروع هایکمون. هنوز زمستون آره، ولی سبز همه جا. این کل مسیر اینجوریه دیگه، همش یه چیز دیگه این درخت ها دارن. اونجا میبینید نمیشه جی یعنی گراس گرایند 6 از 40، یعنی ما تا 6 اومدیم تا 40 باید بریم. میفهمی کجای کاری گرم شد. اینو در میارم، کاپشنم اینو در میارم، بعد باید تیشرت. اینو بذار کنم برم جا بشه. گایز اینو بذارم تون، بعد حرکت میکنیم.
ما روشه 1/4 اومدیم. دهسجل رو دیدم. چطوری؟ تو چطوری؟ خوبی؟ ماشاءالله ماشاءالله خدا قوت. اینه که تو ایران خونورده بغل امرات میشن. خدا قوت دیگه. حالا قسمت‌های سختش مونده. نمیشه که باریکلا 1/4 اومدی. تازه این آسونش بود، حالا سخت‌تر میشه. این آرمه چیز خیلی خوبه. تابلوه. گفته آقا اگه میخوای موزیک گوش بدی هدفون بزن. اینم تو ایران اگه تو کوها میذاشتن خوب بود. خیلی ها میان موزیک میارن. تو نمیخوای گوش بدی ولی مجبوری دیگه. بچه ما نصفش اومدیم اینجا زده 20 بچه. دیگه نور داره کمتر میشه و یه ذره سردتر شده. خب یه ذره از این جلو بخوریم. چقدر اومدیم؟ 37 دقیقه است. ولی 37 دقیقه. چی؟ هر جا آدم ببینم اومدیم این بالا مهشد دیگه. گفتم آفتاب بود به پا. تلکابین داره اینجا میره. بارونه یا شبنمه؟ تو گرمت نمیشه با اون؟ بدن ما چربی نداره اصلا. چربیات زیاده. من میدونم بدنم خوش کردم. من و رونالدو هر کدوم جفتمون 23% چربی بوده. تو وزنمون هم یکیه. منم همینطور. من با حالا کی بگم؟ ما خشکیم. نمیدونم. من با حسین بولت 1% چربی رو دارم. دونده المپیک 2012 اول شد. با این تناوب ست کردم. خیلی خفنه. بالا اومد تا اونا برفه. اون رو درختا برف. آره این هم نشونه های برف. این بار خیلی یه بارون نمی هم میاد. آینه هست. ببین چقدر برف اومده. همین برف ها رو ببینیم. این هم برف. اولین برف پاییزی یه روزه زمستونی. خیلی خفنه. خوشگله. او درخت رو برود. خیلی باله. همه جا سبز. یهو میاد اینجا برفی میشه. رویاییه. اینجا صدای آبشار میاد. فکر کنم یه آبشار اینجاست. واو خیلی قشنگه. میریم به سمت قله‌های موفقیت. فکر کنم 3/4 اومدیم. آره فکر کنم. بچه یه چیز دیگه هم اینجاست. تگرگ داره میاد. ما از آفتاب اومدیم به مه و رسیم 3/4.
این AED دستگاه شوک قلبه که مثل که اینجا گذاشتن یکی سکته زد شوک بهش بدن. محتاب داره میره بالا آخرشه. من از این سیخای کف کفش داشتم تا یادم رفت بیارم. این خار کفش نه میدونستم برف نوشته بودم بیارم یادم رفت. این لحظه رویایی صعود نزدیک بود بیفتم ولی خیلی خوب بود. خیلی حالت با آفتاب شروع شد و با برف اینجا رسیدیم بالا. 1 ساعت و 23 دقیقه کل رفیق شد. 1 کیلومتر را 920 متر یا مایل نمیدونم این واحدش چیه یادم نیست. به چرخونم ولی خب اوریج 127 و این که دیگه حالا خیلی خوب بود دیگه. 1 ساعت گفتن چقدر؟ نمیدونم ولی این مسیر رو تو 20 دقیقه تو 1 ساعت و 23 4 دقیقه تو آفتاب اومدن دیگه مثلا خشک و اینا. ما این که اینجا هم فیلم میگرفتیم هم این که این برف و اینا بود ولی اگر این چیزا نبود فکر کنم اسپایک هم اگه داشتیم فکر کنم زیر 1 ساعت می اومدیم. خیلی خفنه اینجا. مه باحالیه اینجا هم یه اون چیزشه تلکابینشه. میریم بالای غذایی بخوریم. آره اسپایک باید بیاریم. من داشتم من خریدم الان 2 ساله اونو خریدم اصلا گذاشتم که استفاده کنم. نه نمی ما اومدیم این بالا. این بالای پیست اسکی کوچولو داره مثل توچال خودمون. نمیدونم تو این هوا چجوری نمیخوام اسکی کنم چون خیلی مه از اصلا بارون برف هم داره میاد تگرگه. ببینم ما هم که هایک کردیم اومدیم رسیدیم اینجا و یه تگرگ خیلی باحال میاد نکنید داره میزنه خیلی خفنه. خیلی باحاله. بعدا میریم اون چیزا رو سوار میشیم تلکابین رو میایم پایین. من همیشه بچگی دوست داشتم اینا رو بخورم. حالا واسه یه چیز میخرم بخوریم. شیرینه نه من دمام شیرینه. کله رو بریم حوضا خرابه. چه ما اومدیم بالا 2 تا قهوه گرفتیم. سرد بیرون اول میریم بیرون بعد میبینیم چقدر توی این سرما ما اومدیم بالا. ببین چقدر کار خفنی کردیم. بعد برف هم داره میاد. بعید نی آره. ما داریم میریم سمت پایین بعد توی این صف وایسی. یه ذره دیگه مونده. خوبه حالا سریعه.
خیلی هم لباس نپوشیدیم. آره لباس نپوشیدیم چون که می‌خواستیم پیاده بیایم بالا بدنمون گرم می‌شد دیگه لباس گرم زیاد نپوشیدیم همین یه چیز نازکی ضد بارون یه تیشرت و یه دونه البته من یه بیس پوشیدم اینم چیز بارونی من یه بیس پوشیدم و یه دونه بارونی البته یه لایه هم اضافه تر بودم دیگه همین دیگه بریم پایین ببینیم چی میشه این در این وضعیت اونجا همینجوریه مردم دارن بسکی بازی میکنن ولی به حمید رضا با شلوارک این حمید رضا همیشه گرمشه دماغ منم قرمز بیا من یادم توی کلکچالو میرفتم بالا با تیشرت تو گیر میدادی به من همش گفت خود بدنشون نمایش بذاره تا بود الان دیگه همش شد برف و مه باید بریم دوشا و گم وان که نداریم ولی دوشا و جا سوپ هم حال میده اون قهوه هم خیلی حال داره اون پایین دیگه برفا داره تمام میشه اون دریاه خیلی خوشگل اون بر مه این بر Here's the second tower now. Steady yourselves. The tram mains way. Once again. خیلی خوشگل اونجا Make your ears pop. Go like this, kids. اون بر بچه ها رفتم بالا اینجا برف تموم شد خب بچه ها ما دیگه رسیدیم تموم شد پایینم برف اومده تو پارکینگ همونجور که دیدین صبح اصلا برف نبود آفتاب بود ولی خیلی حالات بریم اون بر چه سابسکرایب یادتون نره ویدیوهای ما رو لایک کنید ما سعی کنیم طرف آره خب اینقدر سرد بود راستش من دیگه خیلی سردم شد اون بالا سرد بود واقعا آره اون بالا واقعا سرد بود ولی من که با این شلوارک بودم دیگه من ایشونو ملازم باز من حالا شلوارم بلنده ولی خب خوب بود تجربه جالبی بود. با آفتاب شروع شد رفتیم یه ذره برف رو درخت بعد تگرگ بعد آفتاب رفت مه شد بعد مه رفت و موزه باش خیلی موزه باش این مسئله بپا آسمون نگاه ته آسمون رو ببینید روشنه و این هم ما دوتا یه بار دیگه رفتیم گراس مانتین من تجربه گراس مانتین زمستونی رو نداشتم ولی حمید رضا داشت حالا من نداشتم ولی برام جالب بود تجربه خوب بود مرسی تنها نکته منفی این بود که من اون میخای کفشو نیاورده بودم 2 تا هم داشتم 2 سالم از گرفتم استفاده کنم الان که بعد استفاده میکردم نیاوردم اونم حالا سری بعد که اومدیم میاریم راحت هم میتونی بری بالا چون میخه زور میخوره آره ببینید اینجا هم برف اومده خیابونم چیز شده سفید شده